سلام، من نازنینم و میخوام یکی از پرتکرارترین سوالاتی که زبان آموزا ازم میپرسن رو جواب بدم و اونم این هست که چطوری بتونم صحبت بکنم به زبان خارجی. خب من هم زبان انگلیسی درس دادم و هم زبان آلمانی درس دادم. هیچ فرقی نداره که شما چه زبانی رو دارید یاد میگیرید. مهم اینه که چند تا نکته رو رعایت بکنید. نکته اول، سعی کنید از همون ترم‌های اول هر چیزی رو که استادتون میگه و باید تکرار کنید و تکرار کنید. حتی اگه دارین آنلاین میگذرونین کلاساتون رو و یا حتی از یوتیوب دارید کلاس‌ها رو میگذرونین، هر جمله‌ای که استادتون میگه شما هم تکرار کنید. هر جمله‌ای که توی کتابتون هست و نوشته شده، به جای اینکه توی ذهنتون بخونید، دهنتون رو باز بکنید و صدای خودتون رو بشنوید و بگیرش. دومین نکته، یه سری کلمات رو از همون ابتدا دارید یاد میگیرین. حتی اگه ابتدای کار نیستید و وسطای کار هستید، شما یه سری کلمات هستن که میدونید که خیلی اهمیت دارن. نمیدونید که چجوری از این کلمات توی جمله استفاده بکنید. این کلمه رو بدید به چت جی پی تی و از چت جی پی تی بخواید که براتون 3 تا 4 تا یا 10 تا مثال با این کلمه بیاره. در این صورت شما کاملا متوجه میشین که کاربرد این کلمه توی جمله به چه صورت هست. بعد از اون چیکار میکنید؟ خودتون بلند بلند این 10 تا مثال رو میخونید. بعد از اینکه این 10 تا مثال رو خوندید، میاین چند تا از اونها رو انتخاب میکنید و جلو آینه راجع به اون موضوع، اون کلمه صحبت میکنید. چجوری راجع به یک کلمه صحبت بکنم؟ خب تصور کنید که یکی ازتون پرسه این کلمه یعنی چی و شما قراره موضوعتون این باشه که توضیح بدید معنی این کلمه چی هست. در این صورت چند تا مثالم باید شاید حتی چند تا مثالم شخصا بتونید پیدا بکنید و خودتون بتونید ایجاد بکنید و بگید. سومین نکته‌ای که خیلی مهمه، اگه میخواین که اکسپرشن شما یا اسپیکینگ شما قوی بشه، خیلی مهمه که صدای خودتون رو ضبط بکنید و خودتون گوش بدید. باور کنید که بار اولی که دارید میگید مثل یک دانش آموز هستید و بار دومی که دارید گوش میدید به این موضوعی که راجبش صحبت کردید، خودتون مثل یک معلم میتونید تشخیص بدین که کجاها رو اشتباه گفتم، کدوم تلفظم اشتباه بود و احساس میکنم کدوم قسمت رو باید بهتر صحبت بکنم. یه راه حل دیگه، اگر میتونید یه پارتنر برای خودتون پیدا بکنید که حرف بزنید. اون پارتنر میتونید توی تلگرام یا هر جای دیگه پیداش بکنید یا اینکه همکلاسی شماست که هر از گاهی بگین که روزی 5 دقیقه با هم دیگه صحبت کنید. خیلی‌ها میگن 5 دقیقه، مگه کسی هم با 5 دقیقه میتونه صحبت کردنش رو تقویت کنه؟ بله، همین 5 دقیقه هاست که ما رو موفق میکنه. و سعی کنید توی کلاس وقتی استاد میگه فلان موضوع کی میخواد بخونه، شما همیشه اولین نفری باشید که داوطلب میشید. یه راه حل فوق‌العاده دیگه‌ای که من خیلی ازش نتیجه دیدم و حتی من استادایی داشتم که از این طریق مسلط شدن به زبان، دیدن فیلم و انیمیشن بوده. فیلم و انیمیشنی که دوست دارید ببینید رو انتخاب بکنید و سرعتش رو بیارید روی پایین‌ترین سرعت که بتونید هم راحت بشنویدش هم راحت تلفظ بکنید و هر بار هر کدوم از این کاراکترها، شخصیت‌هایی که توی فیلم هست، هر چیز، هر جمله‌ای رو که داره میگه استاپ بکنید، اون جمله رو شما هم تکرار بکنید. دوباره اجازه بدید نفر بعدی صحبت بکنه، اون جمله رو شما هم تکرار بکنید. اگر که این فیلم زیرنویس داشته باشه که شما مطمئن باشین چه جمله‌ای رو داره استفاده میکنه، هم شما دارین توانایی شنیدنتون رو تقویت میکنین، هم خوندنتون رو و هم صحبت کردنتون رو. بعد از این مدت میبینید که خیلی ناخودآگاه دارید شما همه اون جملاتی که توی فیلم‌ها دیدید و یک بار بلند برای خودتون تکرار کردید، دارید استفاده میکنید و به صورت کلمات جملات روزمره شما شدن. کمترین چیزی که در دسترس ما هست کتابمون هست که سعی کنید اون کتاب رو وقتی که دارید حل میکنید تمریناتش رو یا دارید میخونید بلند بلند بخونید. باور کنید همین تمرینات خیلی خیلی ساده میتونه توانایی صحبت کردن شما به زبان خارجه رو دگرگون کنه. آخرین راه حلی که بهتون میگم از همش جذابتر و بهتر و مهمتره. آخرین راه حلی که میخوام بهتون بگم مربوط میشه به تکنولوژی جدیدی که قبلا در دسترس ما نبوده ولی الان در دسترس همه ما هست. یک امکان فوق العاده الان بر همه ما ایجاد شده و اون چت جی پی تی هست که توی نسخه های رایگانش هم شما 20 دقیقه در روز میتونید باهاش صحبت بکنید. اینجوری شما بدون اینکه خجالت بکشید که طرف مقابل شما رو قضاوت بکنه یا بدون اینکه نگران باشید که دارید اشتباه میکنید،
و شخصی روبروی شما هست که ممکنه نگاهش نسبت به شما تغییر پیدا بکنه، خیلی راحت میتونید باهاش صحبت بکنید و چت جی پی تی میتونید بخواید که لهجه‌تون اگه جایی مشکل داره به شما تذکر بده، گرامرتون اگه جایی مشکل داره به شما تذکر بده و اگر کلمات بهتری رو میتونه برای شما جایگزین کنه وقتی که شما صحبت کردین به شما یه بازخورد بده و کلمات بهتری رو براتون استفاده بکنه. حتما از این امکان توی خونه استفاده بکنید، چون که شما بعد از 1 ماه متوجه میشین که زبان شما واقعا تغییر کرده، در حالی که تونستین اشتباه بکنید و تصحیح بشین و بهترین استادی که شما میتونین فکر بکنید توی خونه کنارتون هست و تمام مدت داره به حرفاتون گوش میده که به بهترین شکل شما رو تصحیح بکنه و بهتون کمک کنه که زبانتون بهتر بشه. حتما از این قابلیت استفاده بکنید. حالا 20 دقیقه برای یه اکانت هست و اگر شما ایمیل های مختلفی داشته که بتونین روی گوشی خانواده‌تون هم اکانت های مختلف داشته باشین، این 20 دقیقه خب به 1 ساعت هم میتونه افزایش پیدا کنه. 20 دقیقه با گوشی من، 20 دقیقه با گوشی مادرم، 20 دقیقه با گوشی برادرم. یعنی خودتون به عینه معجزه صحبت کردن با چت جی پی تی رو توی زمان کوتاه می‌بینید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و اگر که راه حل متفاوتی شما دارید ممنون میشم که توی کامنت ها بنویسید که ما و زبان آموزای منم استفاده بکنم.